در منطقه چایناتان شهر نیویورک هستیم و ایشون هم گاورنر شهر نیویورک هستن. که اگر همونطور ببینید در حال گشت و گذار هستن. توی این منطقه خیلی از رستوران‌ها و سوپرمارکت‌های معروف چاینیز همون چینیایی هستش که اینم یکی از رستوران‌های معروفشه که غذای مخصوص خودشو داره و همیشه هر موقع از سال یا روز بیاین شلوغه و باید تو صف وایسید.